خب بریم سراغ روبرتو کارلوس که قوقا میکرد وقتی بازی میکرد. یعنی پاسهای دقیق، ببین انگار اصلا میزد زیر توپ ولی مستقیم میرفت رو پای همتیمیش. ببین آه تموم. ضربات ایستگاهی خیلی خوبی هم میزد. چه پاسی داد اینجا رو. دقیق. وای 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 زیدان چه شوتی زد، چه گلی زد. خیلی خوب بود روبرتو کارلوس. مارسلو هم بعدش میخواست همچین حرکتی بکنه ولی خب مثل روبرتو کارلوس نشد. ولی مارسلو هم خیلی بازیکن خوبی بود. لذت می‌بردیم از بازیایی که روبرتو کارلوس هم توش بود.